سلام، امیدوارم هر جای دنیا هستین روز خوبی رو شروع کرده باشین. من امروز صحبتم با اون دوستایی که از دیروز دارن به من دایرکت میدن و میگن که برای چی باید $149 پرداخت کنن. عزیزم، مگه شده توی این دنیا مخصوصا امروزه بری یه حرفه‌ای رو یاد بگیری یا یه چیز جدیدی رو یاد بگیری و بدون هزینه باشه؟ مگه داریم؟ اگه هست به منم معرفی کنین. شما برای اینکه بخواین یه حرفه جدیدی رو یاد بگیرین باید براش هزینه کنین. هر حرفه‌ای، حتی میخواین برین ورزش کنین، یه ورزش جدیدی یاد بگیرین، باید براش هزینه کنین. این $149 هم برای آموزش هایی که قراره به شما داده بشه. پول چندانی نیست. یعنی اگر بخواین هر کالجی برین یا هر مؤسسه برین یا حتی همین پکیجایی که توی اینستاگرام و فیسبوک و نمیدونم سوشیال مدیا دارن میفروشن و بگیرین، بعد بالای $1000-1500 هزینه کنین. الان این شرکت با تمام آزمون و خطاهایی که انجام داده اومده برای آموزش $149 گذاشته که تازه شما این $149 رو که پرداخت میکنین پکیج آموزشی رو میگیرین و میبینین که چجوری باید بیزنستون رو شروع کنین. استراتژی ها رو بهتون یاد میدن. اگر دیدین که قبل از اینکه کوچینگ کالتون انجام بشه دیدین که آقا دوستش ندارین، اصلا دلتون نمیخواد این علمو یاد بگیرین، فقط یه ایمیل میزنین و پولتون رو بهتون برمیگردونن. همیشه یادتون باشه برای به دست آوردن موفقیت حتما باید هزینه کنین. موفقیت بدون هزینه به دست نمیاد. پس برای اون دسته دوستانی که به من همجوری پشت سر هم دایرکت دادن که $149 مگه میشه شما یه کار جدیدی شروع کنین یا اینکه یه حرفه جدیدی یاد بگیرین یا اصلا میخواین بیزنس برای خودتون شروع کنین، مگه میشه هزینه براش پرداخت نکنین؟ شما یه دونه اپلیکیشن الان توی همین اپل استورتون یا اندرویدتون میگیرین، باید بابتش هم پول بدین. همین چت جی پی تی رو اگه بخواین حرفه‌ای داشته باشینش باید بابتش ماهیانه پول بدین، حالا یه سری هم سالیانه میدن. و واقعا اگه بخوای حرفه‌ای چت جی پی تی رو ببینی یاد بگیری باید سالیانه $400-500 کم بدی. ولی این پکیج با $149 میاد به شما همه اینا رو آموزش میده. تمام روش هایی که بتونی ازش پول در بیاری توی دیجیتال مارکتینگ با $149 داره بهتون آموزش میده. یعنی واقعا هیچی نیست. من خودم پکیج آموزشی دارم برای دیجیتال مارکتینگ آماده کردم